وجه هالقصة ببخش معقولة که ما شدید شام موارد گوشی گوشی شارجه بی مردم من شارجه چی کشونی چون جناب شارجی 80% بستیم رنده آخری و اکسان تیم پتا جنگ شده خیر وجه هالقصة ببخش یک قصه تو که کم کم دپا آواز دا بزرگواری ببخش وجه هالقصة نیمه اشتو کنم این وجه فصل 14 کتاب سوکا بله من که را ما چو قسمت بندی کتا من که را 18 17 من چو بی 19 قتل پولاد زره با دست امیر ارسلان. فصل 14 امیر ارسلان حیرت کت و گوشتی ای پولاد زره عجب بلایی هستین پدر ترا با خدا آیا کسی هستین که بتون ته علاج ای حرامزاده گا بکن آسف وزیر گوشت هیچ کس چه جن و پری دیو و بنی آدم نتونته پولاد زره بخشی مگر در صورتی که زهم زمرد نگار به دستا بیبیتن و لطاو هم بی زحما نتونه چه عهده آیگا در بیای پرچیا که مرد چه حربه هر مردا یک حربه لازم هستیم حربه هم زهم هم به دست آوت حرامزاده هستیم شمس وزیر خدمت بتو کتگا که چه دستا هیچ کسی بر نه لیکن افسوس که تو آی قدر نزاند مبت چه دسته دا دیگه یقین بزانه یعنی که آیی یقین بزن اگر کائنات تمام جمع بی محال هستیم بتون تی رنگا از زهم زمرد نگاره بگندم چه برسی به ای که به دستی بیارم صد حیف که تو نفهمت زهم به دستا چی با باد داد امیر ارسلان هم گوشت پدر با من بگوش پاروکلکا کجا هستیم بسر آیی چی ادکا آسف وزیر و جوان پاروکلکان به دست پولاد زره گرفتاری و آیی با جمال عاشقی نزانم ما کجا باید چی گذاری امیر ارسلان ساعت سر به چیرا کتو در فکر توگاه رفت بعد سری چسکو گوشتی پدر حالا تکلیف می چیه چه باید بکنی شما چمان چه لوٹی و پرچه من آورده آسف وزیر گوشت اگر ای دست گل آخری با آپات و مدات بیتن زم با دستا بیتگا ما سپاهان جمع کتگا 50,000 کس 100,000 کس چه لشکر جمع کتگا بطو و جنگ پولاد زره رفتگتی و آیی هم تا کشتگا و پارکلکا هم یاران تا وتی نجات دادگا پس چه آیی کمر وزیر و اپریتا مات پولاد زره هم که گفتگته کشتگته آیی مغز سر ملم اڈو کتگا بسر ملک پیروز و شمس وزیر جتگا و شر بیتگتا گوار تاج هم جنین ملک پیروز منظر بانو مات ملک شاپور هم تون نجات دادکتا که سر پولاد زره و آی ماته به صورت ملک شاپور پاشته کدند چه شکل سنگا بدرد کردن جان عالمی چشانی شراچی تو پاره کدتا حالا که زم زمرد نگار در دست تو نیسته کاری هم چه دست تو در نه فعلا کاری گونتو مارنی چند روچی در همین شهرها بمان قدر استراحت بکن بعد چند روچی ترا به دست اپریتان دهین ترا ببرن دم دروازه روم بلن و برو آسوده به تخت سلطنت حکمرانی بکن هیچ خیال مکن که این 2-3 سال این تمام مشکتی تو کشته
پرنگ و خاک پریزاد دیده. امیر ارسلان گوشت وزیر چه ای تماما گوسته پارکولکای چه کنه. آسف وزیر گوشت بلی آتا زنده هستیم به دست پولازره گرفتار بی چون نجات دهگ آیه ممکن نہیں. امیر ارسلان گوشت وزیر عجب خبرای کنه. من به تاک آبرو پارولکا چه سلطنت چه دست نکشه. حالا آیا بلون په چنگ دیوان گرفتار بی و بلونی که آیا اسیر بی برو بر روم پادشاهی کنم. خیالم کتا تمام روم ها آس گفته و زیر و زبر بیده. دنیا به پارولکایا به چه کار من کهده. حالا که چه کم کیف کارا که آگاه بیتگون تمام راه و چاهوں کشوان نشان دادنا به من گوشتنا ترا هم جست کنم ترا گوشم برو بر روم به تخت بنن به جلال خدای عالم آدم تمام جنگ پولازده به جلال خدا تمام عالم و مردم به جنگ پولازده مرون آیا مکشم ملکه نجات مدون یا به دست پولازده کشک مبون آرام ننندو. من هم زنده ببون یار منی اسیر و گرفتار دیوان ببی. آصف وزیر گوشت جوان آرام ببه. پولازده الماس خان نه سام خان پرنگی نه که به ای آسانیت و بوشک آیا مکشم. راست هستین که آی کشنده پولازده توه لیکن کجام زهم که لوٹ آیا بکشه. زهمی که کشنده آیی هستین آیی وطی سیره نبسته. هر کاری چه آو وسیله چه در کهتین زهم که ترا نیستین بچه لاپ جنه. جای بی که حالا که کار چه کارا گوسته بیهوده و ترا با کشک مده. امیر ارسلان گو زندگی منی بچه شرن اگر پولازده در میدان جنگ منا بکشی ای گم منا و حلاک کنتی. اگر واقعا تو راست گوشه و در رمل و استرلاب پالنامه استخاره تو دیده که کشنده پولازده دیو منو به توفیق الله تعالی و 18,000 عالم بی زحمه همه تونو آیا بکشم. زحمه ندارم قوت بازو که دارم تا در میدان جنگ کرباز آیا وار کنم و هم آیا بکشم هم یا کشک بوم. وزیر گو حالا موضوع به من گوشته چاره جز ای ما نداریم که منا به جنگ پولازده ببره یا آیا بکشه یا کشک بوه. اگر شما لشکر مکشه وطن به تنهایی رو. آصف وزیر گوشت در ای که کشنده پولازده تو دیو تو هسته خبری نیستین. 100 سال دیگر هم که توه و تو آیا حتما کشه لیکن زهم در دست بیبیده. همه که بانده تو با جنگ پولازده بروه همه که معطلی من که با تو زهم نیستی. امیر ارسلان گو وجود من پولازده کشوک هستین چه پارچه آهنی هم چه کاری ساخته بیده. بعد چه آیا دست دور داد دامن اقبال شاه و آصف وزیر گرفت. وشی اشک لگه ریچگاه اشک چما سرازیر بید و گوشت ای پادشاه مرچی در ادا باندا در عرصه محشر دامنا تیگه من گرم. ترا با خدای که ای تاج و تخت به تو داده منا روانه کن به جنگ پولازده برون. اگر سپاه نده منا به تنهایی روانه کن. حل کسته اقبال شاه و آصف وزیر امیر هرچه نصیحت کو اثری نیسته. امیر ارسلان به قدری گریت و التماسی کو که جگر اقبال شاه صوت کو گوشتی جوان اگر تاج تخت در این کار با باد بدم به خاطر تو لشکر به سر پولازده کشم با آچه که
دلخواه تو بی عمل کنم پادا تا بگندم چه باید بکنی. امیر ارسلان با آصف وزیر گوش پدر شما دیگر تحمل چایی بابتا مکنی، من تا 20 روز دیگه بیشتر صبر نکنم. پادا که هر چگر هر اندازه مقدور بی لشکر جمع بکنی و آماده بکنی. آصف وزیر گوشت به چما چشم چه جاگه پادت کن. اقبال شاه دست امیر ارسلان گفت چه خلوت خانه دنات. آصف وزیر در خزانه پچ کو به تدارک سپاه مشغول بید. امیر ارسلان هم به بارگاه رفت. ملک اقبال شاه دیم به اهل بارگاه کد گوشتی به حمدلله الله تعالی وقت گما یار بیده ما به مقصود رستگیم. ای جوان ملک ارسلان شاه رومی هستیم و موقعی هستیم که انتقام ما را چه پولازر حرامزاده بگیری. تمام امیران سجده شکر به جا آورد. بزم شاهانه سمبهنته تا شب در بارگاه به می نوشگه و عیش و ترب و ساز و سرنای مشغول بیده. همه که آفتاب همه که روز ایروگا روز زرد رسه نزدیک مغربا رسید نی شبا هنگام چون بنهفت رخ این لاله همرا شگفت از چشم آن جمع 100 هزاران نرگس شعلا. ملک اقبال شاه چه جاگه وتی پادا دیم میکن به طرف 4 نفر چه غلامان پریزاده کتی و گوشتی ای جوانا که در باب و امارتی که بشی واسه معین بیده غلامان تعظیم کو. جلو کپتن امیر ارسلان پشت سر آنیگه روان بید غلامان تعظیم کد. داخل باغ بیتن چم امیر ارسلان سپا و تراوتا باغ خیره بید. قدم در خیابانا ایرکو رفت تا داخل قصر بید. امارت بهشت آین پایا زینت و اسبابی دیدکته که خوش سرای بدر رفت. کنیزان ماسورتیں پریزادیں در برابر صف کشه تمام نشتن ساز جد برخی به میدایگا و رقص کنگا مشغول بیتن. ملک ارسلان گر که دریا فکر و خیالت که عاقبت کار من با کجا رسی. غلامان معطلتین سپرا ایرکو امیر ارسلان شام وارد کاوی نوشت و کلیونی کشت و کنیزان بستر پچ کد. ملک ارسلان بعد چه 6 ماه به خیال راحت پهلو به بستر ایرکو شکر خدایی هم به جا آرد و وقت 2 جنک پریزاده ده صوبا آی پاده گتن اوشی مالتن و پرت کنده تا وقتی که صوبا روچ وتی من درکه عروس خلوت نشین خورشید با کوهان پشته وتی نوری ظاهر کو. عالمی چه وتی نورا پر جمالین روشن و روشنی کد. واجه این کسر شما دمده کلیپ گوش داری چاره این واجه باز بیتگانم چطور موشن واجه ساعت 3 روب کم 20 کم سلامت باتی الله مهری او این هم واجه 13 دکتو نیمه 13 دکتو نیم نه 13 دکتو 45 ثانی اما تو به 14 دکت واجه الله مهری الله حافظ. شما شاید دانو گوش داری ما هم